وقتی اون شب از سر کار برگشتم همسرم داشت غذا میخورد. دستشو گرفتم و گفتم باید یه چیزی رو بهت بگم. چی شده؟ غم و ناراحتی رو توی چشاش خوب میدیدم. یه دفعه نفهمیدم چطور دهنمو باز کردم، اما باید بهش میگفتم تو ذهنم چی میگذره. گفتم ببین ما باید از هم جدا بشیم دیگه، به آخر خط رسیدیم. به نظر نمیرسید از حرفام ناراحت شده باشه، فقط به نرمی پرسید خب چرا؟ چیزی شده؟ چی کارت کردی؟ از جواب دادن به سوالش سر باز زدم. این باعث شد عصبانی بشه. ظرف غذاشو به کناری پرتاب کرد و سرم داد کشید. جواب منو بده. اصلا تو مرد نیستی. اون شب دیگه اصلا با هم حرف نزد. گریه میکرد. میدونم دوست داشت بدونه که چی بر سر زندگیش اومده، اما واقعا نمیتونستم جواب قانع کننده‌ای بهش بدم. من دیگه دوستش نداشتم، فقط دلم براش میسوخت. با یه احساس گناه و عذاب وجدان عمیق برگه طلاق آماده کرده بودم که توش قید شده بود میتونه خونه، ماشین و 30% از سهام کارخونه رو برداره. نگاهی به برگه انداخت و گفت اینا رو میخوام چیکار؟ بمونه واسه خودت، من لازمشون ندارم. برگه ها رو ریز ریز کرد. زنی که 10 سال زندگیشو با من گذرانده بود برام شده بود یه غریبه. از اینکه وقت و انرژیشو برای من هدر داده بود متاسف بودم، اما واقعا نمیتونستم به اون زندگی برگردم، چون عاشق کسی دیگه ای شده بودم. در آخر جلوی من بلند بلند گریه میکرد. اصلا نمیفهمم چی سر زندگیمون اومده. این دقیقاً همون چیزی بود که انتظار داشتم ببینم. گریهش برای من یه جور رهایی بود. فکر طلاق که هفته ها بود ذهنمو به خودش مشغول کرده بود الان محکم‌تر و واضح‌تر شده بود. روز بعد خیلی دیر برگشتم خونه. دیدم پشت میز نشسته و چیزی می‌نویسه. شام نخورده بودم اما مستقیم رفتم بخوابم و خیلی زودم خوابم برد، چون واقعا بعد از گذروندن یه روز لذت بخش با معشوقه جدیدم خسته شده بودم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی نکردم، دوباره خوابیدم. صبح روز بعد اون شرایط طلاقشو نوشته بود. هیچی ازت نمیخوام، فقط میخوام یه ماه بهم فرصت بدی. تو این یه ماه بیا تلاش کنیم و یه زندگی نرمال داشته باشیم، چون وقت امتحانات پسرمونه. نمیخوام فکرش مغشوش بشه. یه چیز دیگه هم ازت میخوام روز عروسیمون یادته؟ دوست دارم تو این یه ماه هر روز بغلم کنی و من از اتاقمون به سمت در ورودی ببری. همین، دیگه چیزی ازت نمیخوام. فکر کردم دیوونه شده، اما درخواستشو قبول کردم. در مورد شرایط طلاق همسرم با معشوقم حرف زدم. بلند بلند خندید و گفت خیلی عجیبه. هر حقه‌ای هم که بخواد سوار کنه باید این طلاقو بپذیری. ببین، از زمانی که طلاقمو به طور علنی عنوان کرده بودم من و همسرم هیچ تماس جسمی با هم نداشتیم. وقتی روز اول بغلش کردم تا از اتاق بیارمش بیرون هر دوی ما احساس خامی و تازه‌کاری داشتیم. پسرم زد پشتم و گفت ای بابا رو ببین، مامانو کول کرده. اول از اتاقمون به سمت نشیمن آوردم و بعد از اونجا به سمت در ورودی بردم. 10 متر تو آغوشم داشتمش. کمی ناراحت بودم. بیرون خونه گذاشتمش. رفت که منتظر اتوبوس بشه و بره سر کار. منم سوار ماشین شدم به سمت شرکت حرکت کردم. روز دوم هر دومون برخورد راحت تری داشتیم. به سینه من تکیه داده بود. میتونستم بوی عطری که به پیرنش زده رو حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت خوب به همسرم نگاه نکردم. فهمیدم که دیگه مثل قبل جوون نیست. چروکای ریزی روی صورتش افتاده بود و موهاشم کمی سفید شده بود. یه دقیقه با خودم فکر کردم که من برای این زن تا حالا چی کار کردم. روز 4 وقتی بغلش کردم و بلندش کردم احساس کردم حس صمیمیت دوباره بینمون برگشته. این همون زنی بود که 10 سال زندگیشو
صرف من کرده. روز 5 و 6 فهمیدم حس صمیمیت بینمون در حال رشده. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. روزا که میگذشتن بغل کردنش برام راحت تر میشد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یه روز داشت انتخاب میکرد چه لباسی بپوشه. چند تا پیرن امتحان کرد اما لباس مناسبی پیدا نکرد. گفت همه لباسام برام گشاد شدن، نمیدونم چی بپوشم. یه دفعه متوجه شدم که چقدر لاغر شده. پس برای همین بود که میتونستم راحت تر بغلش کنم. یه دفعه ضربه بهم وارد شد. به خاطر همین درد و غصه‌است که اینطور شده ناخودآگاه به طرفش رفتم و سرش رو لمس کردم. همون موقع پسرمون اومد تو اتاق و گفت بابا وقتش مامانو بغل کنی ببری بیرون، زود باش. برای اون دیدن این که پدرش مادرش رو بغل کرده بخش مهمی از زندگی شده بود. همسرم به پسرمون اشاره کرد که نزدیکتر بشه و محکم بغلش کرد. عزیز دلم، مامان قربون قلب مهربونت بره. صورتمو برگردونم که نبینم، چون میترسیدم تو این لحظه آخر نظرمو تغییر بده. بعد دوباره در آغوش گرفتمش و بلندش کردم و از اتاق به سمت در بردم. دستاشو خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود، درست مثل روز عروسیمون، اما وزن سبکش باعث ناراحتیم شد. روز آخر وقتی بلندش کردم به سختی میتونستم یه قدم بردارم. پسرمون رفته بود مدرسه. گفتم واقعا نفهمیده بودم که زندگیمون صمیمیت کم داره. گفت آره، چند ساله که همه چیز سرد شده. سری سوار ماشین شدم و به سمت شرکت رفتم. وقتی رسیدم حتی در ماشین رو هم قفل نکردم. میترسیدم هر تأخیری نظرم رو تغییر بده. از پله ها بالا رفتم. معشوقم که منشی من بود در رو روم وا کرد. گفتم متاسفم دیگه نمیخوام زنم رو طلاق بدم. نگاهی به من انداخت و تعجب کرده بود. دستش روی پیشونیم گذاشت و گفت تو تب داری؟ دستش از روی صورتم کشیدم و گفتم متاسفم، میخوام با زنم زندگی کنم. زندگی زناشویی من احتمالاً به این دلیل خسته کننده شده بود که من و زنم به جزئیات زندگیمون توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگه دوستش نداشتم. حالا میفهمم دیگه باید تا وقتی که مرگ ما رو از هم جدا کنه هر روز در آغوشش بگیرم و از اتاق خواب بیارم بیرون. یه سیلی محکم زد در گوشم و گفت نامرد. از پله پایین رفتم و سوار ماشین شدم. سر راه جلوی مغازه گل فروشی ایستادم و خوش اومدی. یه سبد گل برای همسرم سفارش دادم. بله حتما. خانم فروشنده پرسید دوست دارین روی کارتتون چی بنویسم؟ خودکار ازش گرفتم و نوشتم تا وقتی مرگ ما را از هم جدا کنه هر روز صبح بغلت میکنم و از اتاق بیرون میارم. خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. شب که به خونه رسیدم با دست گل و لبخندی به لب پله‌ها رو تون تون بالا رفتم. وقتی به خونه رسیدم دیدم همسرم روی تخت افتاده و مرده. ماها بود با سرطان می جنگید و من انقدر مشغول معشوقم بودم که اینو نفهمیده بودم. اون میدونست که خیلی زود میمیره و میخواست منو از واکنش‌های منفی پسرمون به خاطر طلاق حفظ کنه. حالا حداقل در نظر پسرم من یه شوهر مهربونم. جزئیات زندگی مهمترین چیزیه که در روابط ما هستن. خونه، ماشین، دارایی و سرمایه مهم نیست. اینا فقط محیطی برای خوشبختی فراهم اما خودشون خوشبختی نیست. لطفاً سعی کنید دوست همسرتون باشید و هر کاری که از دستتون برمیاد برای تقویت صمیمیت بین خودتون انجام بدید. با شرکت کاترین صادقپور، سامه دهدشتی، مریم سلیمانپور، مهدی ژاله. ارادتمند شما محمد رضا ژاله. منو حالا نوازش کن که این فرصت نره از دست، شاید این آخرین باره که این احساس زیبا هست. منو حالا نوازش کن، همین حالا که تب کردم، اگه لمسم کنی شاید
به دنیای تو برگردم. هنوزم میشه عاشق بود تو باشی، کار سختی نیست. بدون مرز با من باش، اگرچه دیگه وقتی نیست. نبینم این دم رفتن تو چشمات قصه میشینه، همه عشقاتو میبوسم، میدونم قسمتم اینه.